قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در عبادات خود چی دارن؟ خشوع دارن. در مقابل ذات کبریا، ذات ذوالجبروت، ذات الرحمن، ذات الرحیم، ذات قدوس قرار دارم. چطور میتونم در مقابل این خالق اندام ما حرکت بکنه؟ به خاطر که ما تعهد کردیم که یا الله ما عبادت و اطاعت خود به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عبادت میکرد الله میگه قد افلح المؤمنون، یقینا که کامیاب شدن مؤمنانی که در عقب رسول الله نماز میخوانند. ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد یحیی و یمیت و هو على كل شیء قدیر. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اما بعد، برادران عزیز، خواهران محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله متعال در قرآن عظیم الشان بر ما و شما مسلمان ها 5 قسم معبود معرفی کرده و عنوان خطبه امروز ما و شما همین 5 قسم معبود یا 5 قسم رب یا 5 قسم اله هست. الله متعال اینا را معرفی کرده و باز معبود به حق و معبود باطل بر ما معرفی میکنه. و انسانهایی که در طول تاریخ و یا در عصر حاضر این معبودها را پرستش میکنن به شکل از اشکال، معبودهای از اینها معبودهای هست که در سابق هم همین شکل وجود داشته و امروز هم است و تا روز قیامت همین سلسله ادامه پیدا میکنه. وظیفه مسلمان همی هست که این معبودها را بشناسه و از معبودهای باطل خودداری بکنه و اطاعت از معبود حق بکنه. معبودهایی که قرآن عظیم الشان او را معرفی میکنه، یکی معبودهایی است که در عصر جاهلیت مردمان عصر جاهلیت معبود خود گرفته بودن. الله متعال اونا را هم معرفی میکنه. کسایی هستن که نفس خود معبود خود قرار دادن. خوب است یکی از اینا را سرش بحث بکنیم. معبودی که بعضی از مردم ها او را معبود خود گرفتن، اله خود گرفتن. و اله در شریعت اسلامی برای کسی گفته میشه که 2 خصوصیت داشته باشه. هرگاه یک کسی به کسی یکی از خصوصیت ها را میته، او را معبود خود قرار دادن. معبود حقی که ما و شما او را عبادت میکنیم 2 خصوصیت داره. ذاتش عبادت میشه و شریعت و قانون و حکم و فرمان از او اطاعت میشه. ذاتش عبادت میشه و قانون و شریعتش تطبیق میشه. حقیقی معبود ذات عبادت کیگی او شریعت او امرون اطاعت کیگی. اگر یک کسی را ذاتش عبادت کردی
یکی از عبادت ها را بر از او انجام دادی، او معبود تو میشه. و اگر در حلال و حرام و جایز و ناجایز و حق و باطل اوامر از او را اطاعت کردی، او معبود تو هست. به می خاطر مسلمان ها کلمه میخوانند که لا اله، اله. ببینین اله کسی است که ذاتش عبادت میشه و احکامش و شریعت از او اطاعت میشه، تطبیق میشه. وقتی میگیم که لا اله، به این معناست که نیست هیچ کسی مستحق از این که ذاتش عبادت شوه و شریعتش اطاعت شوه، کل از یارا نفی میکنین. الا الله، بغیر از الله. پس اول به معبودای باطلی که دیگرها او را معبود خود گرفتن، ایره نفی میکنیم. به این معبودای باطل کافر میشیم. فمن یکفر بالطاغوت، باید به کافر شوی. و یؤمن بالله، بعد از تو ایمان میتونی به الله بیاری. از این خاطر مسلمان اول نفی میکنه، اول میگه لا اله، نیست هیچ کسی مستحق ازی که ذاتش عبادت شوه و احکامش اطاعت شوه الا الله، بغیر از الله. معبود حق امی هست الله، و معبودای باطلی که قرآن او را معرفی میکنه 4 قسم دیگه هستن. 4 قسم معبودا هستن که معبودای باطل هستن. اولش افرأیت من اتخذ الهه هواه. اینجا ببینین افرأیت، آیا ندیدی، من کسی را که اتخذ گرفته است اله. سکه اینجا کلمه چی استعمال میشه؟ اله خود، معبود خود، که یا او را عبادت میکنه و یا از احکام و قوانین از او اطاعت میکنه. او چی است؟ هوای نفسش است. نه، هوای نفس خود کس عبادت نمیکنه، اما اطاعت از اوامرش میکنه. پس کسایی که در احکام زندگی خود بغیر از اوامر الله اطاعت از خواسته های نفس خود میکنه، این در حقیقت معبود خود نفس خود گرفته. الله میگه افرأیت من اتخذ الهه هواه. آیا ندیده ای پیغمبر کسان را که معبود خود که از احکام از او اطاعت میکنن چی را گرفتن؟ خواسته های نفسانی خود گرفتن. وقت نفسش مخالف اوامر الله بر از او راهنمایی میکنه، برش میگه اینی کارا بکن، ای در حقیقت ای بندگی نفس خدا کرده. الله میگه زنا حرام است، نفسش میگه زنا پروا نداره. الله میگه چهره تا مطابق شریعت الله بساز، نفسش میگه نه، این چهره تا تغییر بده. الله میگه در احکام الله ما کان لمؤمن اذا قضى و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا، وقتی که الله و رسولش یک فیصله را کرد ان یکون لهم الخیرة من امرهم، که باز یا اختیار داشته باشن، اینا میگن نه ما اختیار داریم، میتونیم در اوامر الله تغییر بیاریم، اطاعت از نفس خود میکنن. این کسانی که حتی حکومت میسازن، حکومت نفس، خواسته های نفسی توسط نفس برای نفس حکومت است. چرا علما میگن دموکراسی کفر است؟ به خاطر از این دموکراسی کفر است که در تعریف دموکراسی حکومت نفس است. حکومت نفس است. توسط چی است؟ توسط نفس است. از نفس خود پرسان میکنه. در دموکراسی از نفسش پرسان میکنه شما زنا را خوش دارین یا خوش ندارین؟
اعضای پارلمانی که بر اساس دموکراسی می باشه بازوا چی میگن؟ ما زنا را قبول داریم. شراب باشه یا نباشه؟ دموکراسی میگه بله باشه. در هندوستان وقتی ما رفتیم گفت اینجا برای ما دموکراسی گفته که شراب حلال است. خدای ما دموکراسی هست. الله چی میگه؟ افرأیت من اتخذ الهه، آیا ندیدی کسانی را که معبود خود کی را گرفتن؟ خواسته های نفسانی خدا گرفتن. شما همین نظام های سیکولر و نظام های دموکراسی و نظام های کمونیستی و نظام های سوسیالیستی و اینا را کلشان اصل کنین. خدایشان کی است؟ معبودشان کی است که از او اطاعت میکنن؟ از نفس خود. الله در قرآن گفته، الله در قرآن گفته حکومت نفس توسط نفس برای نفس، حکومت مردم توسط مردم برای مردم، زناکاری مردم توسط مردم برای مردم، شرابخوری مردم توسط مردم برای مردم، وطن فروشی مردم توسط مردم برای مردم. یک تعداد کسای دیگه هستن، این قسم دوم. قسم سومش یک تعداد کسای هستن که اونا معبود خود کی را گرفتن؟ پدرها و نیاکای خدا گرفتن، پلرون و نیکونه. الله متعال در مورد از اونا چی میگه؟ و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر از اینا گفته شوه برای کسایی که معبود خود پدرهای خدا گرفتن، رواجهای خدا گرفتن، عادات خدا گرفتن، تقالید خدا گرفتن. اگه خلق چی دی الله احکام نمانی، دخپل دی قوم دودونه رواجونه دمنی، خودشان به زبان خود دوی خپل پخپل ژبه وایي چې دلته مونږ شریعت نه کوو، پښتو کوو. پښتو د پلرونو د نیکونو د دوی قوانین ده. صراحتا وایي چې مونږ دلته شریعت نه کوو، مونږ دلته پښتو کوو. با صراحت میگن که ما در اینی مسئله شریعت حکم نمی کنیم، بلکه ما در اینجا رواج و عادات و تقالید خدا می کنیم. چرا شما در اینجا قرآن پیش میکنین؟ چرا شما در اینجا حدیث پیش میکنین؟ ما رواج داریم، ما کلتور داریم، ما عنعنات داریم، ما ایره میگیریم. الله متعال میگه که اینی انسانهایی که این قسم میگن، ولو که اینا کلمه میخوانن، ولو که ابو جهل و ابو لهب میگفتن که ما اولادهای پیغمبرها هستیم که بودن، میگفتن ما پیرو ابراهیم و اسماعیل هستیم که به زبان میگفتن، اما در قلب به ایمان نداشتن. و اذا قیل لهم، او کله چې وویل سي دوی ته اتبعوا ما انزل الله، تاسو د الله او د رسول اوامرونه اطاعت وکئ. قرآن او سنت دلته داسې وایي. قالوا بل نتبع، دوی وایي چې بلکې مونږ متابعت کوو ما وجدنا علیه آباءنا، د هغو احکام او قوانین او اطاعت کوو چې مونږ خپل پلرونه په دې کې موندلي دي. کارونه چې زمونږ پلرونه کړي دي همغه به کوو. و اذا قیل لهم، وقتی که برشان گفته میشه که اتبعوا ما انزل الله، متابعت بکنین از ما انزل الله. الله چی نازل کرده؟ الله کتاب الله را و سنت رسول الله را. الله وحی جلی که قرآن است و وحی خفی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است نازل کرده و میگه و ما ینطق عن الهوا. ای مردم، رسول الله صلی الله علیه و سلم از دل خود، از خواسته های نفس خود نطق نمی کرد. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحى.
وحی بود که بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌آمد. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله، وقتی که بر از اینا گفته میشد که از ما انزل الله پیروی بکنین، قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. در دیگه آیت میگه که بل نتبع ما الفینا، عادت کردیم، الفت گرفتیم از پدران ما. قرآن چی میگه؟ اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا. از این پدرایی که اینا مطابقت میکردن، این پدرها خو عقل نداشتن. اگر عقل میداشت افغانستان به روسا میفروختن. اگر عقل میداشتن در عروسی های خود دخترها و بچه ها را میرقصاندن. شما خو از رواجای پدرایتان پرسان کنین، آیا پدرای شما نبود که در اینمی کابل در هر عروسی سه تا بچه و سه تا دختر میرقصانن؟ آیا امیا نبودن پدرای کمونیست بیدینتان که افغانستان به روسا فروختن؟ آیا امینا نبودن که معامله کردن با کافران؟ آیا شاه شجاع در پدرایتان داخل نیست؟ آیا شما عرب هایی که از پدرایتان دفاع میکنین، پدرایتان دخترها را زنده به گور نمیکردن؟ آیا پدرای جاهل شما به عوض قصاصی که الله فرض کرده، به عوض قصاص بد رواج ندارن که دری لورگانی به ورته دری خورگانی به ورته؟ الله و ایتاسو پلرونه اولو کان آباؤهم، ده جاهلان و خلق و پلرونه لا یعقلون شیئا، دوی خو عقل ندرلودل، ولا یهتدون، دوی خو هدایت نوسوی، دوی خو کاپرانو، دوی خو هغه خلقو چې د بامیان بتونه جوړ کړی و دا تاسو باباګانو، دا هغه خلقو چې ور به پرستش د ور به کو، دا هغه خلقو اینی پدرای از اینا لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. اینا اینی مردم ها بودن که به عوض حاکمیت الله، حاکمیت جاهلیت، افحکم الجاهلیت یبغون. آیا این مردمایی که خودم مسلمان میگیرن با وجود که قرآن و سنت در دست دارن، حاکمیت جاهلانه را باز هم هدف دارن؟ پس بعضی کسا هستن که معبود خود نفس خود قرار دادن، بر زبانت حمدگویا، در دلت پیدا صنم، ای به باطن کافر و ظاهر مسلمانی چی سود؟ در ظاهر میگی لا اله الا الله، میگی نیست هیچ حاکمیت بغیر از الله، باز در عملا باز میگی ما از نظام دموکراسی پیروی میکنیم. در زبانت میگی که حاکمیت به الله نیست، قرآن میگه که ان الحکم الا لله، باز در اونجا تو میگی که نه، اینجا باز رواج قوم و پدرای خودم میکنیم. قسم سومش، اول کسانی هستن که اله خود الله را گرفتن و میگن لا اله الا الله. قسم دوم کسانی هستن که معبود خود نفس خدا گرفتن، اله خود نفس خدا گرفتن و الله میگه افرایت من اتخذ الهه هوا. قسم سوم کسانی هستند که اله خود، معبود خود، پدرها و نیاکان خدا گرفتن. و اذا قیل لهم، بسیار کسا را شما ملاقات میکنین وقتشان میشینین، برات میگه که نه 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 بیادر. حتی بسیاری کسا به نام عالم دین، مولوی دین، در مسند رسول الله استاد هستند، گپای ابو جهل و ابو لهب تکرار میکنن و خلکو د خپلو د پلارونو رواجونه مپریږدئ. او مردم، رواجای پدرایتان ترک نکنین. الله میگه ای از امون مردمایی هستند که و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا. ابو جهل میگفت
ما ای پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم ما متابعت نمی کنیم مگر آنچه را که پدرای ما بر ما آورده است. ابو لهب میگفت، امیه ابن خلف میگفت. امروز تو باز هم گپ ابو جهل تکرار میکنی، سخنان ابو جهل تکرار میکنی. الله میگه ولو کان آباهم لا یعقلون شیئا، پدرایشان عقل نداشتن، ولا یهتدون، هدایت هم نشده بودن. پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. ابراهیم علیه السلام واره باش. ابراهیم علیه السلام بر پدرای خود میگفت که و بدأ بیننا و بینکم العداوه والبغضاء، بین ما و شما عداوت و دشمنی هست، بغض و کینه هست، چون توش دشمن الله و رسولش هستی. حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که به خالق یکتا شما تسلیم نشید. و باز به خاطر الفتی که با پدر خود داشت، الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک، برش گفت ما بر تو استغفار میخوایم. اما استغفار ابراهیم علیه السلام به پدرش فایده نمیکنه. قسم چهارم، در معبودان باطل که بسیاری کسان مبتلا هستند، نمیفهمند. احبار هستند. احبار کی بودن؟ یهودیا شریعت موسی علیه السلام ترک کردن، سنت و روش موسی علیه السلام ترک کردن، آمدن به پیش ملاهای درباریشان که اونا را احبار میگفتن، کسایی که شکمای کتا داشتن. الحبر السمین، ان الله لا يحب الحبر السمین. الله عالمی که بسیار شکم کتا باشه که در شکم خدا سری چیز میمانه را خوش نداره. الحبر السمین، الحبر السمین، ملاهای درباری که تحریف کردن کتاب الله را، شریعت الله را تغییر میدادن، حکم الله را تغییر میدادن، فرعون تایید میکردن، بر فرعون و فرعونی ها آیت و حدیث پیدا میکردن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب. ببینید الله میگه ارباب گرفتن. ارباب جمع رب است. الله رب العالمین است. الله هست خلق کننده هست. الله هست شریعت تعیین کننده. الله هست. اینا باز میگن نه، رب ما اینمی عالم است. از این خاطر دشمنای اسلام وقتی که دیدن که اینا عالم پرست هستن، عالم معیار نیست، معیار کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. عالم وقت اطاعت میکنی که او اطاعت از الله و رسول بکنه، او آیت و حدیث به شکل درست برای تو تشریح و توضیح بکنه. اما وقتی که آیت قرآن میگه که لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مؤمنا کافرا را دوست خود نگیره، و کبار علما و علمای بزرگ درباری که موترا $1,00,000 اسوار میشن، او باز میگه اتخذو، بگیرین امریکایی ها را دوستتان بگیرین، ناتو را دوستتان بگیرین، روس را دوستتان بگیرین. الله میگه یارا اگر شما اطاعت کردین مقام الوهیت و ربوبیت بر از اینا دادین. یهود چرا کافر شدن؟ به خاطری که اتخذوا احبارهم، احبار خدا، احبارشان ضد شریعت الله حکم میکردن. فرعون نمیگفت بیاین برم سجده کنین،
فرعون نمیگفت بیاین بر من رکوع کنین، فرعون نمیگفت بیاین زیر پای من نظر بکنین. فرعون میگفت که قانون مکه ضد شریعت الله هست، این قانون رو تطبیق بکنین، اگر نکنین باز من شما را میکشم. لا اصلبنکم فی جذوع النخل، باز من شما را در شاخهای درختهای خرما آویزانتان میکنم. لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف، یک دستتان و یک پایتان، دست راست پای چپت برات قطع میکنم که حرکت و کار هم کردن نتانی، باز تو را آویزان میکنم، تو را مثل که صلیب در صلیب کشال میشه شما را در جذوع نخل، در شاخه های درخت های خرما زیر افتو آویزانتان میکنم تا که خونتان در زیر افتاب بریزه و خوش شوه و از بین برین و نابود شوین. ولی کسانی که فهمیدن اونا گفتن که لا اله الا الله. آویزان ما کو، بکو شما را دار آویزان بکو، قطع کو دست پای ما را، خون ما را بریزان، اما ما نمیتونیم اطاعت است بکنیم. اما یک تعداد دیگه چی کردن؟ آمدن بر فرعون و به فرعونی ها در هر عصر برشان قانون ساختن، راه را جور کردن. همین کمونستا، کارمل، نجیب، خلقیا یا چی داشتن؟ 40 تا ملای درباری داشتن، شکمای کته کته، تفنگچنگ‌ها در پشتشان، مرترکای بسیار لوکس لوکس در زیر پایشان، ماشای بسیار لوکس لوکس که از کرملین برشان حواله میشد. بازی ها میخیستن کارشان چی بود؟ امروز برای این سخنهای نجیب آیت پیدا بکنین، کارمل تو گفت برای تو آیت پیدا کنین، فلانی کافر این تو گفت برای این تو آیت پیدا کنین، این تو حدیث پیدا بکنین. و کسانی که باز از اینا پیروی میکنن یا پیروای چی بودن؟ پیروای طاغوت بودن. اتخذوا احبارهم، اینا گرفتن. قسم پنجم رهبان بودن. رهبان کدام مردم هستند؟ نصرانی ها رهبان رب خود ساختن. رهبان یک تعداد مردمایی بودن که الله بر از اینا می گفتن که شما ازدواج بکنین، سنت پیغمبرها ازدواج است، اولاد به دنیا بیارین، در جامعه زندگی بکنین، مردم اصلاح بکنین. یک تعداد به نام راهب و راهبه می گفتن ما ترک دنیا کردیم، ما ترک دنیا کردیم، ما ازدواج نمی کنیم. بازی راهب و راهبه که میگن ما ترک دنیا کردیم، یا باز روز ملنگ هستن شو پلنگ. بازی ها در زیرخانه های کلیسا باز زنا میکنن، گناه میکنن، از طریق شرعی ظاهرا میگن ما نمیکنیم، ما ترک دنیا کردیم، ما قلب ما بسیار پاک است. شما می کسایی که ادعا میکنن که قلب ما پاک است، کتشان 5 دقیقه گپ بزنن یک 50 تا دو میزنه. ماشاءالله چه خوب قلب پاک داری. این سخنا زبانت خود ترجمان قلبت است. اگه قلب تو پاک می بودی دشنام در زبان تو چطور است؟ قلبش از ایمان پاک است. پس انال بسیاری کسا قلب خود از کثافات مرداری پرت کرده، شریعت الله را ترک میکنه. الله میگه، پیغمبر میگه شما روزای جمعه غسل سرتان غسل بکنین. شما وقتی که در حالت جنابت باشین بالاتون غسل فرض است. الله میگه طهارت بکنین، وضو بکنین، روزانه 5 مرتبه وضو بکنین. یک نفر ببینی که یک چپن 6 تا چپن پوشیده، 6 ماه غسل نکرده، مردار و نجس میگرده، و باز مردم های دیگه هست که این امیر رب خود گرفتن، امیر میگن ولی است، ولی است. کسی میگه یک دانه ولی بود 4 ماه برهنه 6 بود. گفتم 4 ماه برهنه بود. الله میگه که الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آگاه باشین که اولیاء الله کسانی هستند که نه بر از آنها خوف است، ترس است، ولا یحزنون، و جگرخون هم اینا نمی باشن. الله میگه کی است اولیاء الله؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون. کسایی که 2 صفت داشته باشه ای ولی الله هستند. 2 صفت چی است؟
اول صفتش ایمان است و دوم صفتش چی است؟ تقوا داشته باشه. انسانی که تقوا داشته باشه، الحیاء من الایمان. حیا چی است؟ از ایمان است. این خود 4 ماه برهنه اونجا بوده، این خود کاملا بی حیا هست. تقوا خویی را میگه که تو مطابق کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم زندگی بکنی. پس کسانی که این راهبایی که الله برشان نکاح را فرض گشتانده بود، راهب میگفت که ترک دنیا بکو، ازدواج نکو، کمرت بیام برات بسته میکنم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت گوسفند میخورد. این میگه ما گوشت گوسفند نمیخوریم به خاطر که گوسفند بخوری باز تقوای تا خراب میکنه. الله میگه 5 وقت نماز بخوان. این میگه نه، تو به مقام وقتی که رسیدی از تو نماز خلاص شد. از این خاطر الله میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. اینا را ربهای خود قرار دادن. پس اینا برادرای عزیز، خواهرای محترم، الله متعال در قرآن عظیم الشان میگه که اینی کسانی که معبودان باطل را معبود خود قرار دادن، اگر تو مطابق خواسته های نفس خود عمل کردی، نفس خود معبود خود قرار دادی، این کلمه‌ای که تو میخوانی کلمه لفظی و زبانی هست، به قلب ایمان نداری. چرا؟ ایمان اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. باید قلب تو را تصدیق. اگر به عوض شریعت الله خواسته های نفسانی خود یا از کدام کس دیگه را قرار دادی، تو معبودت نفس تا قرار دادی. و اکثرا سیکولارا و دموکراتا دمی مشکل مبتلا هستند. الله میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم. قوم پرستای کافر میگن که اتقا اکرم عند الله اتقاکم است. اینا میگن نه 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 نه. اگر فارسیوان قوم پرست باشه میگه فارسی زبان بهتر است. اگر پشتون قوم پرست باشه میگه پختانه. اگر ازبک باشه میگه ازبک. اگر عرب باشه میگه عرب. در حالی که الله میگه که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پس این کافر میشه به آیت قرآن و بندگی از نفس خدا میکنه. چرا؟ نفس میخواد تو را به طرف قوم پرستی بکشانه. یهود میخواد تو را قوم پرست بسازه. تا زمانی که مردم به نام قوم دری و پشتو و ازبک و هزاره و عرب و عجم مبارزه میکنن، قدس به دست یهود میباشه. چرا؟ قوم پرستی را یهود خوش داره. وقتی که قوم پرست شدید برنامه یهود را پیش میبری. معبود تو الله را نگرفتی، نفس تا گرفتی. افرایت من اتخذ الهه هوا. اگر از قوانین دری و پشتو از به عوض شریعت الله جرگمار دارین، جرگمار یک مار خطرناک است. مار قانونی از ضد شریعت الله هست. مونگ جرگماران غواړو چې دلته دوی مونږ ته فیصله وکړي. و باز به عوض شریعت الله باز بر از قانون ضد شریعت الله را سر از تطبیق میکنه. باز میگه قصاص به نکو، دری لورگانی به ورته ورکه، بازو دختر خواهر مقتول میاره با لنگی خود و باریش خود و حج هم رفته، باز ایره میگیره خواهر مقتوله تسلیم میکنه به بچه خواهر قاتله. قاتل خودش میگرده قرار تفنگ سر شانهش چکر میزنه. خواهر مظلوم ازی باز میاد در خانه قاتل. باز وقتی که در خانه قاتل آمد، باز تمام روز اعضای خانواده ازی دخترک بیچاره را قاتل است، قاتل خورده، ده قاتل پلانیده، بازی بیچاره را میزنن و میکنن و سر دسترخوان نمیمانن.
و باز اینمی دختر سبا روز خودکشی میکنه خدا از ظلم زیاد. در قتل ازی پدرش داخل است، در قتل ازی جرگمارا داخل هستن، در قتل ازی خسرخیلش داخل است، در قتل ازی شوهرش داخل است. یا قاتل هستن، لکن او کسانی که فیصله را کردن ضد شریعت الله اونا طاغوت هستن، اونا ابو جهل هستن. هر جرگمار یا ابو جهل ده. این جرگمارا و این خانه خاص ملا را زیر دست خود گرفتن، او ملای بیچاره از ترس گپ زدن نمیتونه. بیا نوبت درته ندرکم که ته شریعت خبره وکی، بیا ماش بدرته ندرکو، د قربانی پوسته که بیا بدر باندې حرامی که د ما پسد وغگیگی. بخاطر یک پوست قربانی و بخاطر فطر روزه ایمان خدا میفروشن و او از ترس گپ زدن نمیتونه. و باز دیگرها وقتی که برشان گپ زد، حق برشان بیان کرد، باز نمیتونه برش بگه که ما غلط هستیم، ما باطل هستیم، ما دین فروختیم. باز میگه دوی خو وهابیان دی، از څوک چې د قرآن و سنت نغږیږي هغه وهابیان دی، او څوک چې قرآن و سنت خرڅوي دا بیا ډیر ښه مسلمانان دی. خیر است. میگه خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. باز در روز قیامت تو قاتل، تو جنایتکار، تو کسی که به عوض شریعت الله سر دختر مظلوم ظلم کردی و او را به نام قانون ضد شریعت الله تو دختر مظلوم در دست خانواده قاتل دادی که اونا در طول زندگی سر از او ظلم میکنه و بالاخره او دختر خودکشی میکنه، خودم میکشه. هم دین بدنام کردی، هم اسلام بدنام کردی، هم قتل بکردی، هم ضد شریعت الله کار کردی. در روز قیامت والله امرای ابو جهل و ابو لهب حشر میشی. زیرا گپ تو امو گپ ابو جهل و ابو لهب است که ما و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا علیه آباءنا. مونږ د خپلو د پلرونو او د نیاکانو قوانینو ته سر ټیټو، د بل چا قانون ته سر نه ټیټو، قرآن ته سر نه ټیټوي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ته سر نه ټیټوي، د خپلو د باباګانو قانون ته سر ټیټوي. مسلمان یې. الله وایي چې افرأیت من اتخذ الهه هوا. بسیاری کسا خود فریب میتن، بازی میتن، شریعت الله را زیر پای میکنن، احکام الله را زیر پای خود میکنن و در روز قیامت به امرای اونمو کسانی که ضد دین الله هستن حشر میشن. سخت است که یک انسان کلمه بخوانه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما میگیم که یا الله وقت ما کلمه خواندیم، یا الله امرای تو تعهد کردیم که بغیر از ذات تو برای کسی دیگه هیچ عبادت را انجام نمیتیم. ما سر خود بغیر از الله به مخلوق خم نمی کنیم، سجده بغیر از الله نمی کنیم. هر نامی را که سر ما بانین، هر سخنی را که بر ما بگوین، میگیم که رب ما الله هست. ما که الله تعهد کردیم که بغیر از ذات تو به کس دیگه هیچ عبادتی را انجام نمیتیم. یا الله ما دمی کلمه خود به تو تعهد کردیم که بغیر از شریعت تو قانون کس دیگه را قبول نمیکنیم. پس تعهد انسان است با الله خود. یا الله بغیر از شریعت تو ما قانون کس دیگه را تطبیق قانونش نمیپذیریم. الله وقتی برای ملائکه گفتی اینی جاعل فی الارض خلیفه، ما در زمین کسی را تعیین میکنم که شریعت مرا در زمین من مطابق اوامر من تطبیق بکنم. مسلمان نمیتونه کمونیست شود، مسلمان نمیتونه دموکرات شود، مسلمان نمیتونه سوسیالیست شود، مسلمان نمیتونه قوم پرست شود. چون ما با الله خود تعهد کردیم که یا الله ما بر تو تعهد کردیم بغیر از شریعت تو قانون کسی دیگه را نمیپذیریم. شاید بکشین ما را،
شاید ما را هم مثل فرعونای او فرعون که تو فرعون هم شاید دست راست ما و پای چپ ما را قطع بکنی، شاید بکنی. اهلا و سهلا، اهلا و سهلا. لکن اینمی تعهد مسلمان است، اینمی تعهدش است. ما وقتی که با الله تعهد کردیم نمیتونم در حزب کمونیستی برم، نمیتونم در حزب سوسیالیستی برم، نمیتونم قوم پرست باشم، نمیتونم دموکراسی را تایید بکنم، نمیتونم سکولاریسم را تایید بکنم. اگر تو تایید میکنی تو خود تعهدت با خالقت شکستاندی. باز در وقت جان کندن نمیتونی لا اله الا الله در زبانت بگویی. من کان آخر کلامه لا اله الا الله. اگر تو میگی من به طریقه فلان و فلان و فلان عمل میکنم، ما خود سومی تعهد ما در کلمه ما است که یا الله عبادت ذات تو را و تطبیق شریعت تو را به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میتم. این تعهدات ما از با کلمه ما، این تعهد ما از با خالق ما. وقتی یک کافر مسلمان میشه چرا میگی کلمه بخوان؟ کافر پرسان میکنه استاد ما خو کافر بودم، ما خو بیدین بودم، ما خو یوندو بودم، ما خو سیکولر بودم، ما خو قبر پرست بودم، ما خو بت پرست بودم، این کلمه لا اله الا الله چرا من تغییر داد؟ برش میگیم به خاطر از این کلمه لا اله الا الله را میخوانی که تو در مقابل خالق سه تعهد میکنی. حالا که لا اله الا الله خواندی بغیر از عبادت الله عبادت کسی دیگه را کردن نمیتونی. ما پیش مخلوق سر خود خم کردن نمیتونیم. ورکعوا مع الراکعین، الله گفت امرای رکوع کنندگان که جماعت برای الله میکنن، امرای ازی برای الله رکوع بکن، سجده به الله بکن که قریب شوی. نظر عبادت از بنام الله میکنیم، ما نظر به غیر الله کردن نمیتونیم. وقتی که تو کلمه خواندی تعهد کردی که یا الله بغیر از شریعت تو قوانین دیگه را نمیپذیرم، پس آل تو نمیتونی کمونیست باشی، نمیتونی سکولر باشی، نمیتونی ماتریالیست باشی، نمیتونی فلسفه های الحادی را بپذیری. چرا که رب العالمین تعهد کردی که یا الله بغیر از شریعت تو قوانین کسی دیگه را قبول نمیکنم، احبار پرستی نمیکنم. درست است علمای پیدا میشن که ضد شریعت الله مردم به طرف کفر میکشنه. ما خود تعهد کردیم که من حبر پرست و عالم پرست و ملا پرست نیستم. ما خود تعهد کردیم که رهبان پرست نیستم. شاید بسیاری از پیرها و از مرشدها و از کسای پیدا شوند که به عوض عبادت الله مردم به عبادت خود، به سجده بر خود، بر رکوع بر خود، بر سرماندن بر خود، بر نظر کردن در مقابل خود مردم دعوت کنند. ما خود نمیتونیم، والا ما نمیتونیم، ما خود نمیتونیم. چرا که الله تعهد کردیم که بغیر از عبادت تو عبادت کسی دیگه را نمیکنیم، اطاعت بغیر از شریعت تو شریعت کسی دیگه. و ما نمیتونیم به طریقه های دیگه که میرقصه و میلرزه و تکان میتخوده و کلگک میزنه ما عبادت بکنیم. چرا؟ به خاطر که ما تعهد کردیم که یا الله ما عبادت و اطاعت خود به طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام میدیم. و محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که عبادت میکرد الله میگه قد افلح المؤمنون، یقینا که کامیاب شدن مؤمنانی که در عقب رسول الله نماز میخوانند صلی الله علیه و سلم. الذین، صفت کسایی که امرای ازی هست چی است؟ الذين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. در عبادات خود چی دارن؟ خشوع دارن. در مقابل ذات کبریا، ذات ذوالجبروت، ذات الرحمن، ذات الرحیم، ذات قدوس قرار دارم. چطور میتونم در مقابل این خالق اندام ما حرکت بکنه و من در مقابل ذات با عظمت قرار دارم که برش میگم اللهم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللهم یا الله
باید بینی و بین خطایای. ما خو بسیار گناهگار هستم، اشتباه کردیم، ما خو بسیار غلطی کردیم، ما خو دشمنای زیاد سر ما حمله کردن، نفسم شیطانم به غلطی ها مرا کشاندن، خطاها کردم، آن در مقابل تو ذات با عظمت استاد هستم و میگم که اللهم باید بینی و بین خطایای. یا الله بین ما و بین گناهان ما فاصله ایجاد کن، کما باعدت بین المشرق و المغرب، چنانچه فاصله ایجاد کردی بین مشرق و مغرب. اللهم نقنی من الخطایا، یا الله مرا از گناه ها پاک بگردان، کما ینقی الثوب الابید من الدنس، مثل که تکه سفید میشوی و پاک میکنی و از کثافت ها پاک میشه. اللهم اغسل خطایای، یا الله بشوی گناه های مرا، بالماء به آب بشوی، والثلج و با برف و یخ بشوی، والبرد و با ژاله گرد. تمام اینمی چیزای پاک کننده که از گناه های مرا می قسم پاک بگردن. پس چطور میتونه مسلمانی که در مقابل ذات قرار داره که میگه الله اکبر، در مقابل ذات کبریا قرار داری، چطور میتونم در مقابل از او دست ما حرکت کنه یا سر ما حرکت کنه یا برقصم یا خدا بلرزانم؟ الله میگه قد افلح المؤمنون، اونو مسلمانای فلاح و کامیابی نصیبشان میشه که الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کسانی که در نماز خشوع داره، والذین هم عن اللغو معرضون، اونا از لغویات، از ساز، از موسیقی، از فکایی گفتن، از رشخند زدن، از استهزا کردن، از این چیزا اعراض میکنن و خدا دور نگاه میکنن. الله متعال بر ما و شما توفیق نصیب بکنه که اما قسم عبادت الله را بکنیم که فلاح و کامیابی نصیب ما شود. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له، و اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اخذل الكفرة والمشركين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وضوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأتم وأكبر وأجل، والله يعلم ما تصنعون.